با وجود مختل شدن نظام تحصیلی در کشور، حدود 230 دانش آموز به شمول دختران از یک مرکز آموزشی در کابل فارغ شدند. انستیتیوت آموزشی نیل جشن فراغت حدود 230 دانش آموز را که در مدت 2 سال زبان عربی را فرا گرفتند، با حضور نمایندگان از وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ روز 5 شنبه 23 سنبله برگزار کرد. مخو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، مرکز النیل په کال کې په حدود د 200 او 250 کسانو د عربي ژبې فارغین ټولنې ته وړاندې کوي، او موږ د حدود د 200 کې د 1.5 کسانو ته یا 180 کسانو ته سالانه محفل د فراغت نیسو. در حالی که دختران افغانستان در جریان 2 سال گذشته از مکتب و دانشگاه ها محروم شدند، اما حدود 40 دختر خانم توانسته از این مرکز زبان عربی را فرا گیرند و سند فراغت به دست بیاورند. 2 سال پیشتر من دی کورس عربی را شروع کردم و خیلی نسبت شوق علاقه که به زبان عربی داشتم، آمدم شروع کردم به یاد گرفتن زبان عربی و البته که بهترین مرکز را انتخاب کردیم و خرسند هستم از اینکه به مرکز نیل آمدیم و عربی در اینجا فرا گرفتیم. در این جشن فراغت یکی از مقام‌های وزارت معارف از تلاش‌های مرکز نیل برای ترویج زبان عربی ستایش کرد و از سرمایه‌گذاران خواست که برای ایجاد مراکز آموزشی زبان عربی سرمایه‌گذاری کنند. هغه تاجرانو نه چې په ملک کې سرمایه ګذاري لري، پول لري، مال لري، ثروت لري، سرمایه لري، باید د عربي مراکزو د جوړولو لپاره د یو مرکز، یو مجهز مرکز د جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. در جمهوریت چقدر سرمایه‌دارهای ما در ستاره افغان رقابت داشتند، چقدر مالها به جای مصرف میشد، چقدر پولها در مراکز دانس و رقص و موسیقی و فساد فسوق و فجور مصرف نشد. دانش آموزان این مرکز از فراگیری زبان عربی خرسند هستند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه آموزش را برای دختران بازگشایی کنند. برای رأی امارات اسلامی تمام ما مخالف هستیم، چون به خاطر که یک خانم آگاه فرزندان آگاه به دنیا میاره، خانمی که ناآگاه باشه فرزندان ناآگاه به دنیا میاره، مثل که ما دیدیم در افغانستان امی تاثیرش را. و ما از امارات اسلامی میخواهیم که اول نهادها را مثلا نهادهای زبانی که از سیار حمایه بکنن و دوم دروازه دانش به خانم ها باز بکنن. این مکتب اساس و بنیاد تحصیل و تعلیم یک جامعه، یک کشور است. این اجازه داده شد به دخترها که تعلیم فرا بگیرند.